سلام كمسك الختام. شراب مادری پلیدی ها و کلید همه بدی هاست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شراب نوشی یکی از گناهان کبیره به حساب رفته، آن مادری پلیدی ها و کلید همه بدی هاست. عقل را نابود می سازد و مال را برباد می دهد. شرف و ناموس را از بین می برد. نسل را ناسالم می گرداند و پلیدی است از عمل شیطان. بین مردم کینه و عداوت را برمی انگیزد و از ذکر الله و از نماز باز می دارد. به زنا دعوت کرده، گاه سبب زنا نمودن با دختر، خواهر، مادر و محرم ها می گردد. رشک را از بین برده، خواری و پشیمانی و شرمندگی را باقی می گذارد. نوشنده اش را از ناقصترین شخصان که آنان دیوانگانند می پیوندد. پرده ها را می دراند، سرها را فاش می سازد. عملهای قبیح و گناه را ناچیز می شمارد و از دل هیبت چیزهای حرام را خارج می سازد. شراب چقدر جنگ برانگیخته است، چقدر ثروتمند را کم بغل گردانیده است، چقدر عزیز را خوار گردانیده است، چقدر با شرف را بی شرف گردانیده است. نعمت را از بین برده، چقدر عذاب را جلب نموده است، چقدر نسل را ناسالم گردانیده است، چقدر بین زن و مرد جدایی انداخته، دل و عقل را ربوده است، چقدر حسرت را میراث گذاشته است یا اشکهای را ریزانیده است، چقدر درهای نیک بروی شراب نوش بسته شده، درهای بد باز شده است، چقدر انسانها را در بلا افتانیده است، چقدر مشقت را بر نوشنده خود جلب نموده است، چقدر عائله ها را ویران کرده است، چقدر فرزندان را یتیم گردانیده است، چقدر سبب کشتار و تجاوز و ناآرامی ها شده است، حتی سبب کشتار پدر و مادر گشته است، حتی سبب تجاوز دختران نابالغ و تجاوز دختران خود شراب نوش شده است. از این رو خمر مادری پلیدی هاست و کلید همه بدی هاست. جمع آورنده گناه و از بین برنده نعمت ها و جلب کننده عذاب ها می باشد. دوستان عزیزم، آفت های خمر چند مراتبه از آن چیزی که ذکر نموده ایم زیادتر است و برای شخصانی که عقل سالم دارند همین کفایه است که برای آنها درس بشود. الله تعالی ما را در کتابش و این چنین با زبان پیامبرش صلی الله علیه و سلم از خمر یعنی چیزهای مست کننده تحذیر کرده است. الله تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و گروبندی با تیرها پلیدی و کار شیطان است، از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید. سوره مائده آیت 90. الله تعالی شراب نوش را لعنت کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند شراب را، نوشنده آن را، ریزنده آن را، فروشنده آن را، خرنده آن را، تیار کننده آن را، شخصی که تیار کردن آن را طلب نموده است، آورنده آن را، شخصی که آوردن آن را طلب نموده است، همه را لعنت نموده است. روایت ابو داود.
در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بر دوام شراب می نوشد مانند بت پرست است. روایت ابن ماجه. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بر دوام شراب می نوشد داخل جنت نمی شود. روایت ابن ماجه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خمر مادر پلیدی هاست و کسی که آن را بنوشد خداوند 40 روز نماز او را قبول نمی کند و کسی که در وقت مرگش در شکم او باشد مرگ او مرگ جاهلیت است. روایت طبرانی. محمد ابن نصری مروزی رحمه الله گفتند سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز او قبول نمی شود به آن معناست که شراب نوش به خاطر جزای شراب نوشی اش 40 روز از نماز خوانده اش ثواب نخواهد گرفت. این معنای آن را ندارد که شخص شراب نوش 40 روز نماز نخواند. وی نمازش را می گذارد. نماز را از گردنش ساقط می کند ولکن از ثوابش محروم می گردد. برادر و خواهری که به شراب نوشی دست زده ای، در آخر خواستم به سمع تو یک حدیث را برسانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی توبه کننده از گناه به مانند شخصی است که گویا گناه نکرده باشد. روایت ابن ماجه. پس تو اگر تا امروز شراب نوشیدی بدان که اگر توبه کرده به سوی خدا باز بگردی و از این گناه دست بکشی و به کرده خود پشیمان شوی ان شاء الله خداوند گناه تو را می بخشد چون او توبه پذیر است، چون او بخشنده و مهربان است. پس از همین روز، از همین ساعت بعد از شنیدن این نوار توبه کن، به سوی خدا باز بگرد و این شراب نوشی را یک سو گذار. بر مسلمان واجب است که از الله تعالی بترسد و از وسوسه و گمراهی شیطان حذر کند و نفس خود را بازیچه دست شیطان نگرداند و اگر شیطانش بر او غالب آمده او را در سرکشی آفریدگار قرار بدهد پس برای توبه نمودن بشتابد. در آخر دعا میکنیم که خداوند همه مسلمانان را از این گناه کبیره نگاه بدارد. از الله پرسان آنیم که ما را از وسوسه های شیطان حفظ نموده از فتنه های آشکار و پنهانی ایمن نگه دارد و همه ما را به راه راست هدایت کند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.